این نکته رو ملت من باید بدونه. با ایجاد رابطه جنسی در پیش از عقد، پایداری احتمال ازدواج به شدت از بین می رود. با برقراری رابطه جنسی در پیش از عقد، پایداری احتمال ازدواج به شدت از بین می رود. بوسه ای که قلب تو را لمس نکرده باشد فقط دهانت را کثیف کرده است. بزرگترین بحران بچه های ما همین، درگیر لحظه ها شدن و لذت ها، درگیر لحظه ها و لذت ها. طرف مقابل باشه در شأنش، در حجبش، در رفتارش، در منشش متاسفانه در بعضی از بچه ها نیست. من خلاصه بخش اول رو اینطوری در یه جمله بگم: اگر تو نسبت به آن کسی که از آن تو نیست توجه و تعصب بورزی، قطعا نسبت به کسی که از آن توست غفلت ورزیده ای. اگر وقتت رو صرف کسی کنی که مال تو نیست، مربوط به تو نیست، همان زمان نسبت به کسی که از آن توست غفلت ورزیده ای. آنچه را گنجش توهم میکنی، زان توهم گنج را گم میکنی. آنچه را گنجش توهم میکنی، زان توهم گنج را گم میکنی. اینقدر گیر اینی که یادت میره.